بسم الله الرحمن الرحیم. میخواهیم درباره اسهالات مزمن و یا هم اسهالات دامدار نوزادان و یا هم اطفال بزرگسال با شما بعض موضوعات را شریک بکنم. ما در اطفال نوزاد و یا هم بزرگسال یک مریضی داریم به نام لکتوز اینتالرانس. در این مریضی ساوی انزیم لکتیز یا به شکل مکمل موجود نمی باشد و یا هم ساویشان کاهش پیدا می کند که در نتیجه خود قند لکتوز که در شیر مادر به اطفال می رسد و یا هم از طریق شیر حیوانی که بخصوص شیر گو و یا هم بعضی غذاهایی که به اطفال بزرگسال که حاوی خود قند لکتوز باشد، در نتیجه اطفال مصاب سوء هضم قند لکتوز می شوند. ما به 4 کاتگوری در اطفال مصاب فقدان و یا هم کاهش انزیم لکتوز روبرو می شویم. اول پرایمری است. در شکل اولیش یا پرایمری معمولا اطفال بعد از عمر 2 سالگی و یا هم 3 سالگی ساوی انزیم لکتیزشان کاهش پیدا می کند که در نتیجه اطفال بعد از عمر 2 سالگی و یا هم 3 سالگی مصاب اسهالات دوامدار که منشأ آن میکروبی یا انتانی نبوده باشد روبرو می شوند. دوم، ما سکندری تایپ یا قسمش داریم که در سکندری معمولا اطفالی که از اثر امراض مختلف تخریبات یا دیسترکشن در امعای کوچک صورت گرفته باشد، در نتیجه تولید انزیم لکتیز و همچنان فعالیت انزیم لکتیز در امعای کوچک کاهش می یابد که اطفال مصاب سوء هضم و یا هم سوء جذب قند لکتوز می شود. در نوع سومش که به نام کانجنیتال است، اطفال به شکل پیدایشی با فقدان و یا هم مکمل نبود انزیم لکتیز روبرو می باشند. نوع چهارمش به نام دیولپمنتال است. در دیولپمنتال معمولا اطفالی که قبل از وقت به دنیا آمده باشند، یعنی اطفال پریمچور که پیش از هفته 34 به دنیا آمده باشند، معمولا از علت خام بودن و یا هم immaturity of intestinal mucosa، یعنی خود خام بودن امعای کوچک و همچنان بروش باردر و یا مایکروویلایی که در امعای کوچک از به پختگی نرسیده باشد، اطفال دچار کاهش انزیم لکتیز و سوء هضم لکتوز روبرو می شوند. وظیفه انزیم لکتیز چی است؟ خود انزیم لکتیز وظیفه هضم لکتوز را به عهده دارد که به گلوکوز و گلکتوز تبدیل می کند که در نتیجه جذب آن در وجود صورت می گیرد. هرگاه همین 4 کاتگوری را که در فوق ذکر کردم انزیم لکتیز کاهش بیابد و یا هم اطفال با مکمل فقدان انزیم لکتیز روبرو باشند، در نتیجه قند لکتوز به هضم نمی رسد. وقتی در قند لکتوز در امعای کوچک به هضم نرسد، به کولون و یا هم امعای بزرگ می رسد که در امعای بزرگ ما اوجا بکتریاهای که به شکل نورمال فلورا یعنی مایکرو ارگانیسمایی که به وجود مفید تمام می شود در آنجا زندگی می کند. در خود لکتوزی که به کولون یا امعای بزرگ رسیده باشد، توسط همین بکتریاها فرمنت و یا هم بریک داون یا تجزیه می شود که در نتیجه باعث تولید زنجیره های کوچک فتی اسید که به نام اسیتیت است، بیوتایریت است و همچنان پروپایونیت است و گازهای مختلف مانند هیدروژن است، میتان است و کربن دی اکساید است، همچنان لکتیک اسید که توسط بکتریاهایی که لکتیک اسید فارمینگ بکتریا، همین بکتریاهای مفیدی که در امعای بزرگ ما موقعیت دارد پیدا می شود که در نتیجه اسهالات آبگین و یا اسهالات اسیدی در نوزادان پیدا می کند که معمولا باعث شوریدگی رانهای اطفال که به نام نپکین رش هم یاد می کنیم می شود، باعث ابدومینال پین یا درد بطنی می شود، باعث دیدگی شکم در نوزادان و اطفال قرار می گیرد و همچنان باعث نفخ و باد واقع می شود. اطفال مصاب ناراحتی یا دیسکامفورت می شود، گریان بیشتر می داشته باشد. پس همین اعراض علائم که یادآوری کردم از اثر مکانیزم فوقی بود که
خود لکتوز که توسط باکتریاها تجزیه و پارچه می شود در اطفال دیده می شود. در بخش تداوی اگر ما بگوییم، معمولا تایپ کانجنیتال یا پیدایشی که مکمل با فقدان انزیم لکتیز روبرو می باشند و لکتوز به هضم نمی رسند، در این قسمت ما باید به اطفال و یا هم نوزادان شیر لکتوز فری، یعنی که هیچ مقدار لکتوز در آن موجود نباشد، باید توصیه بکنیم. و به اطفال دیگری که علتشان پرایمری باشد، سکندری باشد و یا هم دیولپمنتال باشد و یا با یک مدت محدودی، ما غذاها و یا هم شیر لکتوز فری برایشان توصیه میکنیم و همچنان همراه خود غذا و یا هم شیر لکتوز فری انزیم لکتیز است به مریضی ما توصیه بکنیم. همچنان باید یادآوری بکنم که به این مریضا که مصاب لکتوز اینتالرانس هستند، باید که کلسیم و ویتامین دی هم در نظر گرفته شود، برایشان توصیه شود. پس هدفم از معلومات درباره اسهالات مزمن و یا هم که سببشان لکتوز اینتالرانس و یا هم فقدان انزیم لکتیز باشد و شما این بود که لطفاً به اطفال خود ادویه های غیر ضروری یا هم ادویه های به خاطر تداوی انتانات باید ما به اطفال خود جلوگیری بکنیم. تا وقت منبع و منشأش معلوم نباشد، نباید به اطفال خود دوای ضد میکروب توصیه بکنیم. به خاطر ای که ما باید بفهمیم که اطفال مصاب لکتوز اینتالرانس هستن یا نه، استول اگزیم براشان میکنیم. در استول اگزیم اول باید ما پی ایچ استول باید ببینیم که معمولا در این اطفال اسیدی می باشد و همچنان ریدیوس سابستنس که ما به اطفال تست را میدهیم و در نتیجه به ما میاد و به تشخیص خود میرسیم. همچنان در اطفال بزرگسال ما خود لکتوز هیدروژن برید تست است که او را برشان توصیه میکنیم، یا هم لکتوز اینتالرانس تست است و او را برشان توصیه میکنیم تا به تشخیص خود برسیم.